تمرین روز 17 اون قسمت وارما بچه اینچ ورم داریم که این اینچ ورممونه. رو دست میام جلو، موقع برگشت حتما پا رو پا رو صاف میکنم که همه سینگم بکشه به پشت پا فشار بیاد. این اینچ ورمه، پس میام صاف میشم، برمیگردم بالا. حرکت دوم هفت فرپی است. دستمو میذارم پایین، زانو خم عقب جلو صاف میشم. این هفت فرپی. حرکت سوم پوشاپ 7 تا که ترایسپس پوشاپ میرم، دست جمع، تعداد 7 تا. حرکت بعدی شولدر تپ هست که ببینید حالت شنا وای میستم، پای ضربات که لگن نچرخه. 1 2 3 هر دو تا یکیه. و حرکت آخر 11 تا ماونتینه که میشه ماونتین 1 2 یه پاره میشونم 3 11 تا. 3 راند این کار انجام میدم. بچه‌ها هرچی داریم به پایان رژیم نزدیکتر میشیم، تمرینای رو شکم رو بیشتر میکنیم که بذار فشار روی شکم رو بیشتر باشه. کل تمرین رو عضلات شکم، ولی همه با وزن است. خیلی تمرین باحالیه، هم تنوع زیادی داره هم فشار بالا. بریم ما تمرین ببینیم. برای تمرین اصلیمون که کامل گفتم فشار رو شکمه، حرکت اول اون لگ ریس با مدیسن بال هست که آویزون میشین، پا رو میاریم بالا. حالا ما از هر حرکت براتون 4 5 تا میذاریم که ببینیم مدلش چجوریه. حرکت دوم همون کار رو تو میذاریم وسط پا، روی میله آویزون میشیم، پا رو میکشیم تو. حرکت سوم ساید لگ بغل پاها رو میاریم تو که برای پهلوامونه. حرکت چهارممون استریکت اسوار، بدون که تاپ بخوریم بعد پا رو بیاریم بزنیم به میله برگردیم. حرکت بعدمون هاینیز روی دیپه که زانو بلند باید بزنیم که ثانیه‌ایه. حرکت بعدمون لگ ریس روتیشن، روی میله آویزون میشیم، پا رو شروع می‌کنیم چرخوندن مثل دایره. بعد دراگون داریم، دراگون سینگل لگ و دراگون نگه داشتنش که بریم ما هم تمرین ببینیم چجوری. حالا من از هر کدوم براتون یه 4 5 تا می‌زنم. شما باید تشریح کنید. ببین حرکت اول برای لگ ریس یه تو پا میذاریم وسط پامون که بهتره از این مدیسن باله برای بالبال باشه که نرم باشه، پا رو اذیت نکنه. خب وسط پا صفر میمونه، پا رو فشار بدیم به هم. حالا تا بال تا وسط ببین بدون که تاپ بخوریم 100 تا از این داریم. بعدی پا جمعت بالا. از بچه‌ها حرکتی که میزنیم، مثلا شاید دامن حرکتی شما تا اینجا برسه، یکی تا بالا یکی بالاتر، هر چی اینو بیشتر پرت کنیم بهتره، چون دو تا لگامنت اینجاست، هر چی بیشتر بیاد بالا اینا بیشتر کار می‌کنه، فشار رو زیر شکم بیشتر میشه. 100 تاش که تموم شد که حالا ما تعدادش رو سعی کنیم 10 تا 12 تا بزنیم که کف دستمون کم نشه. حرکت بعدیش پا جمعشه، میکشم بالا، پایین صاف. اینم تعداد 100 تا بود. حرکت بعدیش پا رو جفت میکنم، برای پهلوی هم بغل میارم بالا که 30 تا راست بود، 30 تا چپ. حرکت بچه استریکت اسوار. خب برای اونی که قبلا نشدم 30 تا راست 30 تا چپ. میتونیم مثلا 5 تا این بر بزنیم، 5 تا اون بر استراحت کنیم. استریکت اسوار هم که آویزون میشم پا صاف، بدون که تاپ بخورم پا میاد میله رو میزنه. سعی کنید توی این حرکت زانوتون صاف باشه که فشار بیشتری زیر شکمتون بگیره. حرکت بعدی های نی. خب بریم اینجا. تایمشو بگیرم؟ نه نمیخوام. بچه 2 تا 30 ثانیه روی دیپ. حالا دیپ ما اینجوری بالا، این دیپ هایی که پایینه هیچ فرق نداره. حالا صاف روی پای میستیم، شروع میکنیم زانو بلند زدن روی اینجوری. اینگاری دارم با کف پرس میزنم. 30 ثانیه این کار رو انجام میدیم، بعد استراحت بینش همون 30 ثانیه. حرکت بعدی لگ ریز روتیشن. خب اینجا داره تعدادش چند تاست که توضیح میدم؟ 10 تا 10 تا. خب بچه 10 تا 10 تا. ببین یه راست میرم یه چپ اینجوری، یه بار راست میچرخونم، 1 مخالفش 2 اینجوری 10 تا میزنید، یه استراحت میکنید، دوباره 10 تا. ولی من برای اینکه با کیفیت تر برم و تکنیکش رو دارم حفظ کنم، سعی میکنم هر 6 تا یه استراحت بهش بدم. حرکت بعد دراگون. بریم اینجا.
خب بچه‌ها یه میله یا یه پایه خیلی سفت پیدا کنید. ببین سر رو نزدیک کنم، دستا رو اینجوری رو هم نمیندازم، یه بالا یه پایین دستا هم میگیرم. حالا میله ما مربعی شکله، بودم اینجوری میگیرمش. ببین میرم بالا، میرم روی کتفام، پا صاف بدون اینکه کمرم خم کنم تا میاد نزدیک زمین مکس. باید جفتو برمیگم، نباید وقتی رسیدیم پایین اینجوری کنیم بیایم بالا. این داریم لگن زور میگیم، باید از شکم پا صاف میام پایین، بعد دوباره برمیگردم بالا. تعدادش 10 تا بود فکر کنم. آره. همون دوتا هم بریم عالیه. بعدیش میشه سینگل که تک باشه. همین کارو میکنم، یه بار با راست میرم، یه بار با چپ. روی کتفام دست بالا پایین، یه پا صاف، یه پا خم، کمر صاف. یک از میکنم، دو. بچه ها برای آخریش هم باید هولدش کنیم. توی این حرکت سعی کنیم که یه کوچولو نفس رو حبس کنیم بتونیم بیشتر بمونیم. صاف. خب بچه ها یه تمرین با تحول خیلی زیاده و واقعا لذت بخش. امیدوارم بزنید حال کنید، چون روز 17 و 3-4 روز بیشتر مونده ما فشار روی شکم داریم خیلی زیاد میکنیم که یه نتیجه عالی روی عضلات شکم بگیریم.